سلام، اینجا منتظر اوبر بودم که برم سوشی بخورم چون بعد کلاس خیلی گشنم بود. هوس سوشی هم کرده بودم. یه آیپد برام آوردن که میتونستم غذامو توش سفارش بدم و خیلی چیزای خوب داشت دیگه. اپتایزرش هم خیلی کامل بود چون معمولا اپتایزرشون 4 تا چیز بیشتر نیست. یه دونه آب فری آوردن و اینم سوشی. اسم سوشیم کرانچی سپایسی کالیفرنیا بود اگر اشتباه نکنم که خیلی خوشمزه بود. معمولا من اینو سفارش نمیدم ولی چند وقت خیلی دارم اینو میخورم به پیشنهاد دوستم. گفتم اولین اسلایسش هم با شما امتحان کنم که طعمشو ببینیم چطوریه. اینجا خیلی خوشمزه بود. اینم کرابه که فکر کنم بشه خرچنگ که اینم خیلی دوست داشتم. دیگه اینجا داشتم حساب میکردم، میتونی انتخاب کنی که چقدر میخوای تیپ بدی و خیلی جاش خوشگل بود و خیلی مود چاینیز و خیلی بانمک بودن. همه کارکنانش هم چاینیز بودن.